سحر جان سلام. صحبت بخیر. دیگه لیما جان حضورش کاملا غافلگیر کننده است همین لحظه بر مخاطبین ما، چون خبر نبودن و این موضوع را با خبر شدن که یکی از همکارای دیگر ما در بامداد خوش قرار است که لیما جان باشن. تشکر مریم جان، خوش باشین. یک سلام تقدیم میکنم به دو همکار خیلی عزیزم که بسیار زیاد دوستش دارم که از هر لحاظ فوق العاده هستن و سلام به صمیم جان شما هستین و یک سلام دیگه به تمام بینندگان عزیزی که همین اکنون ما رو تماشا میکنن. خدا کنه جور صحتمند باشین. بخیر باشین. من رفتم خبر شاهین صاحب گرفتم. شما آمدین. کاوه جبران میگه شاهین کتگی خود یاد زور است. سلام ببخشید. نه من نه اول کاملا سلام دادم. شاهین صاحب محبت تقدیمتان. اومده قربان خوار عزیزم. در من خوش آمدین. خوش هستم. بسیار شما رو دوست دارم. که امروز برای تخم بتم. شاینم توی نه خود کس نیده باشه. یک نفر دیگه مصطفی زیاد چرا باز نفر میکنه؟ او همیشه میگه نفر آخر برم که جلب توجه کنم. باز مصطفی جانم باید بیایه که چهره بامداد براتون بگم که از روز شنبه نو میشه با مریم جان، لیما جان و مصطفی جان که مصطفی مچم کجا هست اگر یک چند دقیقه دیگه بخیر میاد. لیما جانم بابا هست. بله در برنامه‌های دیگر ظاهر خواهد شد. همکار سلام شما بخیر میشه بخشید. خوش آمدید. من مایک نصب میکنم. مصطفی جان چطور هستی؟ سلام. خوب هستین؟ صمیم جان هستم. صمیم جان. سلامتی معرفی خیرتی. شدیم. همه با کار میکنن نه؟ بله. کار نه چای صمیم چیپس جان. تخم سلامت. چی بیارم؟ زنده باشین. آدینه شما بخیر. شاهین صاحب هم هست. شما همچنان. شاهین صاحب سلام برسه. بر ما تخم سلام بیار. سلامت هستین ان شاء الله. عزیز بسیار دیر بعد دیدیم عزیز کم. سلامت باشین. کرونا زیگه یک بغل کشی میکردیم. خب خدا در گردن خودت گرفته یا مرا گرفته چطور؟ گرفته بود کلاگی کرونا کلش قصه مفت بود. راستی؟ شکر جور دارست ندازده. خب ما مریم جان رفتیم کاوه جبران یادم میاد. کاوه جبران باز شعرهایش یادم میاد که میگه بر مریم بر مریم زیاد گفتنه. مثلا روزی اگر بر جسدم شک کردی روی بازوی چپم تحفه مریم داره. من کاوه جبران چهره جبران صاحب باز مریم یادت میاد و خاطر بخیر کلش شعرهایش بر مریم. خب ما امروز شما گیم داریم. مصطفی جان تبریک برنامه جدیدتان. موفقیت براتون خواهان هستیم. مصطفی سحرخیز پس از این در بامداد همیشه سحرخیز بودیم ولی حال سحرخیزتر میشیم دیگه. و لیما جان هم هست. موفقیت بر شما میخوایم. دفتر بیم مصطفی در دفتر است. بله ان شاء الله. از این به بعد یعنی پیش از او نبود. کور شده باشیم دیده باشیم. خب همونطور که خودت هم گفتی چهره بامداد قرار است یک اندازه تغییرات کنه به لحاظ طرح برنامه، محتوای برنامه و چهره‌های جدید همکارای ما. یکی از تغییرات بزرگ در این برنامه است. یعنی از این به بعد برنامه با 3 مجری خواهد بود. خودم لیما جان بخش ورزشی صمیم جان با ما خواهد بود و مصطفی جان. خلاص یک مرد بینتون آوردیم. جایت خالی سحر جان. قبی وفاسنی هم کارای من. خب یک روز نشد مرا دعوت بکنه. سحر جان عزیز یک گیم داریم. گیم رو در رو با 3 چهره دوست داشتنی طلو. گیم رو در رو برشان تفریح باشه نه 4 شماره است. 4 شماره است. 4 نفر انتخاب میکنه. 5 شماره است. یعنی این طرف شما ندید. خب از این جای خود چرا میگه 5 شماره است. ما و سحر هم انتخاب میکنیم. من کمی میرم طرف مصطفی. مثلا شما از گیما خبر ندارین دیگه نه؟ نه ما خبر دل ما جمع باشه. فقط از مریم شروع میکنیم. یک شماره را خوش میکنین. انتخاب کنم. هر آن چیزی که بود اون رو انجام میدیم. انتخاب کن مریم جان. انجام باز شماره 4. 4 شماره 4 هر چیز که بود اونمو کار بعد انجام. 4 چی است؟ از مریم شد. نواختن تبله. برو. این میز از اختیاره. نواختن تبله؟ دایره همین بود تبله. آهنگ مورد علاقه. نه این کدام آهنگ است؟ کدام ضرب آهنگ می رقم است؟ نه ایسا را یگان دفعه میخوای بیدار کنم. نه تبله است تبله. این وقت بر تیارم داشتن. والا من میفهمیدم نمیامدم. ما میفهمیدم نمیامدم. چرا ما آوردین؟ ساعتون تیر شود. سبا مسئولیت دارین. یک 2 ساعت میشینین برنامه پیش میبرین. اون که تفریح براتون شود. تبله یک تبله. دایره نزدی مریم. نه شیر میز ما را نشکنون مصرف شده سر. دستم. نه مثل زیر بغلی بگیرید. زیر بغلی باره. نه مریم جان. تمرین کنیم میشه.
به این رقم یک آهنگ خوب باشه بالاخره. در جنگل که هست نه؟ باش یک رقم شد. در جنگل چی؟ سلام جان این رقم شد دیدیم یکان دفعه که در برنامه بسیار با دقت می‌بینیم این رقم میکنه. خویشم یاد نداریم. یا میشد مایزو پس خب شماره بعدی را مصطفی انتخاب میکنه. برم یک زمزمه. خوب چیز برات آمد باز استعدادش هم داره. خوب شنیدم با آهنگایی که مصطفی اگر بیام شاید کم بیاب میشدم قدر چی نیست خوب شد کدام چیزی کنم زمزمه امروز یه صدا چی بخوانی؟ شنیدم که باز برگشته ای تاج سر گشته ای با باغ صبر ما ثمر گشته ای شنیدم. آفرین شور میخوری طرف زمزمه طرف خسران خیل شماره را انتخاب میکنه لیما جان. باید ما انتخاب کنم؟ باید دیگه. خب چرا انتخاب نکنی؟ شماره 3 تمثیل شوهر. چطور یعنی؟ خب خودت شوهر مریم جان هستی؟ دیگه من باید تمثیل خراب میشه. مثلا از یک طرف میایی و چشمای سر مریم حدقه میکشی. خب نقش مامی است. قصه دیروز قصه دیروز. مثلا تو فکر کن که مریم دیگه خراب کرده. مریم آشپزی یاد نداره. مریم یک نه یک قصه ما داریم. خب خصوصی من خودش میفهمم. مریم جان دیگه با می موافق است دیگه چیزی که اینا میخواین ما دمون مگه خودت کدام چیز دیگه نه نه باز ما ورکتینگ خب بسم الله. مریم جان ما امروز پلان گرفتیم شوهر که قار می باشه ما دیگه نمیتونم در نقش بیخی داره. جان باید نگوی آقا دیگه مریم ما امروز میرم بیرون امرا با دوست های صبحانه خوردن یک ذره دیگه نقل بده من رفتم چکر ما چکر میرم امروز دوستایم و شبم نوقت روز کارت اینمی است که چکر میری دیگه بعد خود زندگی دارم ما هم باید است که یک ذره تفریح کنم با دوستایم برم هر روز خود نمیشه که خودت ببینم ما خودت باز پسان چکر میری تمام روز تو گشت هستی شاید سای برشون نقش نمیتین شماره بعدی که وقت ما خلاص نشد سحر انتخاب کجا بودی؟ به جای میگردی از صبح تا شام جان میکنم حرق میرسونم که تو آرام باشی آخرشم بر قرا بگی خود قرا شفتم شماره بعدی سحر انتخاب ماشا الان کسی خب برو من دور انتخاب میکنم. بریم خدایا لبخانی. اوه چی رو لبخانی کنم؟ خب من برات یک جمله میگم خودت بگو. آهنگ پلی میشه؟ سیز خیلی آهنگ پلی کنین خوب. نه آنین خیره. خب لبخانی یا لبسنگ؟ لبسنگ. با تیک تاک واری دیگه هم بخواستم اثر میگه اثر آهنگ اثر میگه من نه بعدم دیگه خب بریم خب تیک تاک جا نکردی؟ خب پنجم نگه ببینیم چی هست آخرین گزینه به خودت من 5 لسان با 5 لسان یعنی باید گپ بزنیم سلام علیکم با 5 لسان یک سلامش بگو سلام علیکم درود دیگه هلو دیگه قنداقسız دیگه سنگه سلام سنگه یا عربی شد فارسی شد نماسته جی باقی تشکر از شما برنامه‌تون می‌بینیم سر از فردا بخیر موفقیت بر هم شما خواهان است 7 تا 9 بامداد با چهره‌های جدید فراموش نکنین وقت